و بعد این که شاید به اقتضای سنم خیلی درگیر بدنم، خیلی به بدن فکر میکنم، خیلی میرم جلو آینه، خیلی خودم رو نگاه میکنم و میشه گفت غالبا نسبت به بدنم حس خوبی داشتم، مگر با یک سری جزئیات مثلا ریز مشکل داشتم. من اصلا از همون بعد تولد ریزه میزه بودم و یه مثلا 300 کیلویی 400 کیلویی کمتر از نرمال بودم وقتی که به دنیا اومدم و توی دوران ابتدایی یادمه که مثلا 8 کیلو کم بوده وزن داشتم. میشه گفت که لاغر بودم، همیشه لاغر بودم، در عین اینکه پاهام درشت، جثه لاغری داشتم، استخوان‌بندی به شدت کوچیک ولی پاهام خوب درشت و میشه گفت با بدنم حس خوبی داشتم و حس خوبی حتی میشه گفت دارم، مگر یه سری جزئیات که خب روی اعصاب میرفت. مثلا من با موهای بدنم همیشه مشکل داشتم، چون موهای بدنم زیاد بود، هم از طرف پدری هم از طرف مادری من ارثش رو داشتم و موهای بدنم زیاد بود و حتی میشه گفت ریش نداشتم، اون مثلا مسائل هورمونی و اینا، ولی خب سیبیل همیشه داشتم و حتی دارم و حتی الانم میشه گفت که با سیبیلام مشکل دارم. یعنی میرم جلوی آینه، مخصوصا توی محیط دانشگاه، وقتی که حس میکنم پشت لبم سبزه، حس میکنم که سیبیل دارم، به چشم بقیه نمیاد ولی روی اعصاب منه. یا مثلا یک مسئله دیگه این که من خب از دندون پزشکی همیشه میترسیدم و نرفتم و باید ارتودنسی میکردم اما نکردم و خب یکی از دندونای من عقب تر از بقیه است، یکی از دندونای نیش من یک کوچولو مثلا در حد 1-2-3 میلیمتر شاید، حالا مثلا نهایت دیگه خیلی زیاد بخواد، حالا 2-3 میلیمتر هم خیلیه، شاید 1 میلیمتر حتی عقب تره نسبت به بقیه دندونام و این همیشه توی خندیدن رو مخ من بود. یعنی یکی از کابوسام این بود که یکی از من فیلم بگیره و من تو فیلم بخندم و بعد فیلم رو ببینم و بعد کلا از خودم ناامید میشدم سر همون یه ذره که حتی آنچنان به چشمم نمیومد. مثلا همین چند وقت پیش داشتم در موردش با یکی از دوستام صحبت میکردم که آره این خیلی رو مخ منه. دوستم اینجور بود که مثلا ما الان 7-8 سال با هم دوستیم و من تازه متوجه شدم که تو مثلا توی دندونات این مسئله هست. خلاصه میشه گفت که من در صلح